حواشی و جنجال‌های ازدواج متین ستوده و کامران تفتی، دو بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون، و فیلم عروسیشون که خیلی توی 24 ساعت گذشته وایرال و پربازدید شدش. با ما همراه باشید، راجع بهش صحبت میکنیم. سلام دوستان، اینجا کانال بیوتیویه، به کانال خودتون خوش اومدید. خب متین ستوده و کامران تفتی روز گذشته با انتشار ویدیویی خبر ازدواجشون رو رسانه‌ای کردن و به طرفداراشون بعد از مدت‌ها سکوت این خبر رو اعلام کردن. متین ستوده که متولد سال 64 هستش، 40 سال سن داره، و با کامران تفتی که متولد سال 58 هست و 46 ساله است، روز گذشته خبر ازدواجشون رو رسانه‌ای کردن. شاید کمتر کسی پیش بینی این ازدواج رو میکرد، ولی خب جالب بدونید که این زوج در سال 94 هم یه فیلم به اسم میکائیل با هم بازی کرده بودن که اونجا پارتنر همدیگه بودن و خیلی همون سالها زوج هنریشون مورد استقبال طرفدارا قرار گرفته بود. ولی خب این اولین و آخرین همکاری این دو نفر بود. ولی خب گویا از همون سالها دوستی بین این دو نفر شکل گرفته بود که در نهایت امسال به ازدواج ختم شد. کامران تفتی بارها توی مصاحبه‌اش گفته بود که هیچ وقت ازدواج نکرده و مجرد هستش، ولی بارها توی برنامه‌ها و مراسم‌های رسمی با دستی که حلقه در دست داشته حضور داشته که همین شایعاتی رو در مورد ازدواجش مطرح می‌کرد. ولی خب متین ستوده در سال 1400 خبر ازدواجش با علی زندی، رستوراندار معروف ایران و بازیگر چندان مشهور، رو رسانه‌ای کرد که کمتر از یک سال بعد خبر طلاقش رسانه‌ای شد. این زوج مراسم عروسیشون رو در تالار مجلل مجنون برگزار کردند که فیلم فوق لاکچری اون با بازدید بالای مخاطبا همراه بودش و توی ساعات اولیه میلیونی شد. متین ستوده که با سریال لیسانس ها خیلی مشهور شد، سال گذشته با رئالیتی شو جوکر تونست مهمون خونه‌های مخاطباش باشه و بعد از مدت‌ها کمکاری دوباره به رسانه‌ها برگشت. کامران تفتی هم که از سال‌های خیلی دور فیلم‌های اکشن زیادی رو بازی کرده و معمولاً هم نقش آدم‌های منفی رو داره. کامران تفتی از سالهای خیلی دور کار خوانندگی رو هم انجام میده و شباهت زیاد صدای ایشون به فریدون فروغی باعث شده که طرفدارای زیادی رو هم توی عرصه موسیقی به دست بیاره. امیدواریم که این زوج هنری خوب کشورمون خوشبخت باشن و در سلامتی زندگیشون رو در کنار هم دیگه ادامه بدن. حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو، سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و سر حال باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم تماشا بکنید.